قبل از حل کردن سوالات، داوطلب باید آیدی نمبر ورق جوابات و کتابچه سوالات را با آیدی نمبر کارت شمول چک نموده و خود را مطمئن سازد. اگر آیدی نمبر کارت شمول، ورق جوابات و یا کتابچه سوالات با هم تطابق نداشته باشند، استاد ممتحن را از موضوع آگاه سازد. زمانی که امتحان آغاز می گردد، برای داوطلبان به خاطر حل کردن سوالات 160 دقیقه وقت داده می شود. داوطلبان به حل کردن سوالات می پردازند. در جریان امتحان، داوطلبان از سوی کارمندان ثبت معلومات بایومتریک جهت جلوگیری از ورود شخص عوضی در امتحان دوباره چک می شوند. هرگاه توسط سیستم بایومتریک شخص شناسایی گردد که به جای کس دیگر وارد امتحان شده است، به هیئت ممتحن معرفی و به مسئولین امنیتی سپرده می شود و همچنان داوطلب اصلی شانس خود را مطابق لایحه متخلفین در امتحان از دست می دهد.